سلام، یه فکت عجیب و غریب دیگه براتون آوردم. فکر میکنید فقط توی دنیای هالیوود میشه ماشین رو نامرئی کرد؟ نه 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 نه. میخوام داستان یه ماشین خفن رو امروز بهتون بگم که جلوی چشم همه ایستاده بود اما کسی از حضورش مطلع نبود. واو، مگه میشه دقیقاً یک ماشین نامرئی؟ سال 2012 کمپانی مرسدس بنز یک حرکت تبلیغاتی عجیب و خفن برای مدل افسل زد. این خودرو از موتور هیدروژنی استفاده میکرد که آلایندگی صفر داشت، اما مرسدس بنز تصمیم گرفت که اینو به نحوی به دنیا نشون بده که همه تعجب کنن. واو، یک ایده ساده اما دیوونه کننده. خب اومدن چیکار کردن؟ اومدن کل بدنه ماشین رو با صفحه های LED پوشوندن. این LED ها می اومدن تصویر پشت ماشین رو از طریق دوربین های جانبی پخش میکردن. حالا نتیجهش چی بود؟ اگر از یه سری زوایای خاص به ماشین نگاه میکردی، ماشین با بک‌گراند یکی میشد و تو اصلا متوجه نمیشدی که ماشین اونجا و تقریبا ماشین ناپدید میشد. واو. حالا میخوام داستان یه ذره دارک ترش کنم. تصور کن که تو توی خیابون داری راه میری و یهویی یه چیزی از کنارت رد میشه، برمیگردی نگاه میکنی میبینی واو هیچی نیست، اما چرخهای ماشین داره روی آسفالت حرکت میکنه اما تو ماشین رو نمیبینی. بی‌نظیره. مرسدس این کار رو با یک پیام هوشمندانه همراه کرد. ماشینی که محیط رو تغییر نمیده مثل اینه که اصلاً وجود نداره. خب از نظر فنی اگر بخوایم بهش نگاه کنیم این کار فوق‌العاده سخت بوده. باید زاویه دید بیننده، نور محیط و کیفیت تصویر دقیق تنظیم میشده. حتی 1 میلیمتر خطا باعث میشد که کل حقه لو بره. خب دیگه توی دنیای خودروها هیچ چیزی بعید نیست. اگر تو هم به فکتای این مدلی در مورد دنیای خودروها علاقه‌مندی، پیج منو سابسکرایب کن.